همه ما خیلی از عجایب قلعه ها رو تو بازی‌ها یا فیلم‌های اروپایی یا آمریکایی می‌بینیم، اما امروز من یه چیزی می‌خوام نشونتون بدم. اینجا رو بهش میگن کوچه فرار. تمام کوچه‌های این قلعه بن‌بسته. داخل این کوچه دوتا خونه بوده که یکی از چاه‌های مهم این قلعه این گوشه میشه، چاه مکعبی. زمانی که قلعه تسخیر میشده، مردم از دست دشمن فرار میکردن، میومدن و میرفتن داخل این چاه. این چاه حدود 500 متر از قلعه دور میشه و داخل یه قلعه دیگه در میاد و تنها یه نفر راه چند شاخه این راه فرار رو بلد بوده و میتونسته مردم رو نجات بده. برای چند تا شاخه بوده؟ برای اینکه وقتی دشمنان اگر رسیدن به این چاه و دنبالشون کردن گم بشن تو این مسیرها. و اینجا یه غلطکی بوده که مردم رو یکی یکی میفرستادن داخل این چاه و از تموم پشت بوما و از توی تموم خونه ها به اینجا راه داشت و هنوزم این چاه فعاله. حیف که در مورد این نبوغ برای خود کشور ما مستندی ساخته نمیشه که مردم تا یه چیزی میگن بگن وای مثل فلان جا. ولی اگر اینها تخصصی مستندی براش تولید میشد، میدونستید که تو ایران ما چه چیزهای شگفت‌انگیزی داریم.